خب بچه ها چطوری؟ بچه ها یه اکانت داریم، اکانت خودمه، میخوام بفروشم، میخوام یه اکانت دیگه بگیرم. حالا نمیدونم میارزه بفروشم نمیارزه. در کل اکانت خیلی خوبی تقریبا میدونن اکانت من چیا داره. حالا بازم بچه‌ای که میبینن به دردشون میخوره یه قیمتی بگن، حالا من باشون کنار میام بهشون میدم. قیمت همچنانی هم بابتش از کسی نمیخوام. حالا اگه به دردتون میخورد که پیام بدیم بهم که هماهنگ کنیم بهتون بفروشیم دیگه. و اینکه دیگه میبینیم چی داره دیگه. یه اکسو لیول 2 داره، نمیدونم مومیایی داره، گانا هم هستن، امپور کیل مسیج داره، نمیدونم ساتیر کروزا. داخل ویدیو همه چیو تقریبا نشون دادم. کالکشن 39 چون زیاد پلی ندادم، باز لیول 60 3 سیزن الایت مکس شده دیگه. همه چی خودتون بریم تو ویدیو ببینید. قیمت پیشنهادیتون هم حتما بهم بگین. به دردتون میخورد بهم بگین که پیام بدین دیگه. در کل قیمت همچنانی بابتش نمیخوام، پیام بدین چه قیمتی میخواین من حالا بهتون میگم یا آره یا نه.